بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان ماه رحمت و مغفرت، رمضان ماه سفر به سوی آسمان و گشودن درهای الهی برای خود، رمضان ماه همدلی و دستگیری نیازمندان. هموطنان عزیز و مهربانم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید از این که یک رمضان پر خیر و برکت داشته باشین. ما سفرهای رمضانی خود را از سرزمین لعل و لاجورد آغاز کردیم، سرزمین علم و فرهنگ، سرزمینی که شاهد شگفتنی های فراوانی بوده است. ما سفرهای رمضانی خود را از ولایت زیبای بدخشان آغاز کردیم. می‌خواهیم در این ماه رحمت و برکت سفره پهن کنیم تا ای که هیچ خانواده‌ای در افغانستان بدون بهره از آن نماند. پس از شما می‌خواهیم که برنامه‌های ما را دنبال کنین و همچنان بنیاد خیریه امید حیات، پل ارتباط میان شما و نیازمندترین افراد در ماه مبارک رمضان است. این بار بیاین دست به دست هم بتیم تا دست نیازمندترین افراد را در ماه رحمت و برکت بگیریم. ما قرار است سفر طولانی در پیش داشته باشیم و این سفر ما با همکاری شما و دعاهای شما بر ما آسان نخواهد بود. سفر ما از ولایت بدخشان آغاز میشه و تا ناکجاهای افغانستان خواهد رفت. پس دنبالمان کنید. هموطنان عزیزم، قرار است که به یکی از ولسوالی‌های دوردست ولایت بدخشان بریم. به علت صعب بردن راه از او خاطر مجبور به این شدیم که باید پیاده شویم از موتر تا اینکه موتر از جا بروه. ان شاء الله که بتونیم به خیر برسیم. آهسته آهسته هوا تاریک شده رئیس، به علت از اینکه مسیر بسیار طولانی بود ما دیرتر رسیدیم به اینجا. انشالله میریم آمادگی های فردا را میگیریم که به خیر برنامه خود آغاز کنیم. هموطنان عزیزم، قبل از آغاز کار، قبل از اینکه بریم طرف دیگه برنامه، آمدیم یک اتحاف دعا داشته باشیم به روح دانشمند و فیلسوف و شاعر بزرگ ناصر خسرو بلخی و بعد بریم به خیر دیگه برنامه را آغاز کنیم. هموطنان عزیزم، سرانجام رسیدیم به آرامگاه ناصر خسرو بلخی، فیلسوف، شاعر و ادیب بزرگ قرن پنجم. زمانی که ناصر خسرو بلخی متولد میشه در بلخ، بعد یک سفر طولانی که 7 سال می انجامه و پیش میگیره و سرانجام میاد در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان، باقی عمر خود سپری میکنه و همینجا به ابدیت میپیونده و آرامگاهش همینجا واقع شده که این آرامگاه فعلا یکی از آثارهای باستانی معروف و مشهور افغانستان است و یکی از جاذبه های گردشگری هم در افغانستان محسوب میشه که شمار زیادی از هموطنان عزیزمان از سراسر کشور میان اینجا به بابت اتحاف دعا و همچنان ما خیلی خرسند هستیم که امروز حداقل تانستیم بیاییم بر پای مرقد مرد بزرگ مانند ناصر خسرو بلخی که کار و زحمت فراوان در عرصه علم و فرهنگ در افغانستان کشیده
و امروز داشته های اونا را ما در پیش داریم و استفاده میکنیم. خداوند مرقدشان یکی از باغچه های بهشت بگردانه بابت بجا گذاشتن علم بیکرانه که ما امروز از او بهره میبریم. هموطنان عزیزم، صبحتان بخیر. از صبح رمضانی سرد در ولسوالی امگان ولایت بدخشان فضل لسان پروردگار کار شروع کردیم. تعداد کثیری از هموطنان عزیز ما در اینجا آمدن همراه ما همکاری کرده رایستن، پیاز میده کرده رایستن، برنج شسته رایستن که انشالله که بتانیم امروز کار با وقت موعود افطار ختم کنیم و قرار است که برای این مردم مهربان که بیشتر از 300 تا 400 خانواده میشه برشان قابل پلوی مزه‌دار آماده بسازیم تا ای که در افطار ماه مبارک رمضان نوش جان کنند. هموطنان عزیز و مهربانم، خدا را هزار شکر که کار ما خلاص شد بخیر. قرار است که برنامه افطاری را شروع بکنیم در ولسوالی امگان ولایت بدخشان. خلیفه اکی آشپز تیار است بخیر دیگه؟ ولی نان ما آماده کل چیز آماده است، منظم است. منظم. خب چند دیگ پلاو شد بخیر؟ 5 دیگ پلاو داریم برای خب مدیر صاحب یک دعا میکنیم که خداوند همه باید عزیزایی که لطف کردن در این کار خیر سهم گرفتن اجر بی پایان نصیب بگردانه و اگر شما نیم خرمایی برای یک فرد روزدار در ماه مبارک رمضان صدقه میتین یا برای از اینکه روزش افطار شد و اجر و ثواب بزرگ داره و ما امیدوار هستیم الله متعال این کار ما را به دربارش قبول و منظور بگردانه و برای او ده خواهرها و برادرای عزیز ما که همیشه مهربانی میکنن، لطف میکنن و این بارم دریغ نکردن از ما آمدیم در روستای امگان ولایت بدخشان برای 400 تا 500 فامیل زیر نظر داریم که انشالله امروز افطاری برشان توزیع کنیم و این اجر بزرگ داره. خداوند قبول و منظور درگاهش بگردانه. الهی آمین. بفرمایید خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوب آمده. زنده باشی خلیفه آشپز کتی پلو پختگی. حالا خب مزهش نشیدیم، مقصد قوارش خوبش معلوم میشه. مزهش هم برابره. نام خدا بسیار یک پلو مزه‌دار معلوم میشه. مزهش نشیدیم. ان شاء الله که روزه را کتازی افطار میکنیم. ان شاء الله بسیار مزه‌دار معلوم میشه. بسم الله گفته بخیر شروع میکنیم که برکت کنه. ان شاء الله کار خیر است. خیر و برکت همیشه همراه ما و شما است. توزیع شروع است تا برابر برای اینجا آماده. گپ خوب هموطنان عزیزم. هموطنان عزیزم. کاکا جان بیا. سلام علیکم و رحمت الله. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ جان تا جور است. خوش آمدین. خوش آمدین. بفرمایید. خواستیم که توزیع یکی دو ساعت وقت شروع کنیم برای از اینکه که دو روستای ای ولسوالی دورتر است و بتونه هموطنان ما که میان خلاص شد. اینه پدر. نان خشک شنبان، نان خشک شنبان. یکی دیگه هم یکی دیگه شنبان. ای خیر ببینی. اینا پدر جان زنده باشی. بفرمایید بفرمایید. بیا جان کاکا. آفرین آفرین. خانه‌تون کجاست؟ دور است یا نزدیک؟ نزدیک است؟ بله. گوش بده. بله. بیا نان خشک شنبان، نان خشک شنبان. صحیح. کاکا چی حال داری؟ خوب است. صحت خوب است؟ زنده باشی، بخیر باشی. آمدیم در روستایتون. نام خدا چقدر منطقه مقبول است. چطور رمضان خوب میگذره؟ هزار بار شکر. هزار بار خدا را شکر که باز به یک رمضان دیگر هستیم. بفرمایید نوشی جان. 11 نفر از پرت برشون به تعداد 11 نفر پرت که
گوشتش انداختی؟ بگی جان کاکا آفرین. سلام علیکم و رحمت الله. صحت شما خوب است؟ چند نفر هستین اعضای فامیل؟ دو. پرت خیلی خیلی داده ماشاءالله ماشاءالله. گوشتش هم پرت برشون. پرت پلاوش زیاد پرت که زیاد است نام خدا. برنج زیاد است. بان نامشم. حال در پلاستیک بودیم برای اینه گوشتش اینجا نریده بگیز بکنید یا پدرم این ما با تو آدم گیری برای خانه چند نفر هستیم باردار کی نفر صحت خوب است بخیر هستی بیا با پدرم پرتو ای ماشاءالله چطور سکت رمضان سر خود توصیل نکنه خب پرش که با پدرم پرش که نفر زیاد است میگه پر اینه صحیح اینه پدر بره بخیر بره بخیر بره هموطنان عزیز و مهربانم برنامه توزیع افطاری بخیر شروع کردیم بسیار منظم پیش رفته بود ان شاء الله که بتونیم به تمام هموطنان خانواده هایی که در این روستا زندگی میکنن برسانیم و میرسه ان شاء الله. جا داره که ما یک یادآوری داشته باشم از برادران عزیزمون که احساس مسئولیت کردن احساس همدردی کردن و سراغ خانواده های نیازمند گرفتن به خصوص در بیابان ولایت بدخشان. برادر ما سید صابر و فامیلش از شهر ادیسه اوکراین مبلغ 37200 افغانی، برادر ما رامین از جرمنی مبلغ 28800 افغانی. خداوند رامین جان خیر و برکت در کار و زندگیشون بیفزاید. برادر ما فضل احمد از لندن مبلغ 17400 افغانی، برادر ما فایز الله از ترکیه مبلغ 10000 افغانی، برادر ما از جرمنی مبلغ 6990 افغانی که دعا میکنیم خداوند فامیلشون و خودشون در پناه خود داشته باشه که مجموع پول مبلغ 1,390 افغانی میشه. ما این اختصاص دادیم برای برنامه افطاری خود در روستای درافتاده ولسوالی یمگان ولایت بدخشان. جا داره که سپاسگزاری کنم از همه شما و بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباط میان شما میان نیازمندترین افراد در دور افتاده ترین نقاط افغانستان است. چه خوب است که ما بتونیم در این ماه رحمت و برکت که الله متعال درهای رحمت خود برای ما گشوده بتونیم از اون استفاده کنیم و یک سفره بزرگ افطاری و سحری پهن کنیم تا که تمام خانواده های نیازمند و فقیر در سر تا سر افغانستان از او بهره مند شود. جا داره که ما یک تشکری کنم از تمام همکارای ما در بنیاد خیریه امید حیات که یک تیمی از همکارای ما رفتن به طرف ولایت‌های جنوبی افغانستان. اونا را برنامه افطاری و رمضانی خود ما را برای شما ثبت نشر میکنن. خسته نباشن، الله متعال در پناهشان داشته باشه. میریم سراغ با توزیع افطاری بخیر زودتر خلاص کنیم تا اینکه پیش از موعد افطار و تمام هموطنان ما بروند در خانه و نوش جان کنند.